خیلی‌ها هر روز ساعت‌ها راه میرن، قدم‌هاشون رو میشمارن، با وسواس دنبال اون عدد جادویی 10,000 قدم میگردن، ولی بدنشون تقریبا هیچ تغییری نمیکنه. آخرش هم به یه جایی میرسن که دیگه پیشرفت متوقف میشه. ناامید کننده است. نه، تقصیر تو نیست. بدن ما طوری طراحی شده که خودش رو با شرایط وقف بده. هرچی بیشتر راه بری، بدن راه رفتن رو بهینه‌تر میکنه. سیستم قلب و عروقت عادت میکنه و یهویی اون 10,000 قدم قبلی دیگه فایدهش مثل قبل نیست. بهش میگن قانون بازدهی کاهشی. اما خبر خوب اینه که یه تیم ژاپنی به رهبری دکتر هیروشی نوزه تو دانشگاه پزشکی شینشو یه روشی هوشمندانه‌تر برای پیاده‌روی پیدا کرده. یه مدلی که نصف زمان میبره ولی 2 برابر نتیجه میده. پیاده‌روی فاصله‌ای، اینتروال واکینگ ترینینگ یا به خلاصه IWT. اسمش همینه. تقریبا هیچ کس بیرون از ژاپن در موردش حرف نمیزنه ولی نتایجش واقعا شگفت انگیزه. کسایی که IWT انجام دادن فقط وزن کم نکردن، بلکه استقامتشون بالاتر رفته، قدرت پاهاشون بیشتر شده، فشار خونشون هم بهتر شده، اونم فقط با روزی نیم ساعت. پس راست چیه؟ نه، بحث بیشتر راه رفتن نیست، بحث باهوشتر راه رفتنه. نه وسیله خاصی میخوای، نه تردمیل، نه باشگاه. من خودم تستش کردم و اینجا 5 قدم علمی و ساده رو برات دارم که باهاش میتونی چربی بسوزونی، استقامتتو بالا ببری و از اون توقف پیشرفت خلاص شی. فقط حواست باشه که حتی اگه یکی از این قدم ها رو جا بندازی، نتیجه ممکنه خراب بشه. بریم سراغش. قدم اول. چرا 10,000 قدم کافی نیست؟ 10,000 قدم هنوزم هدف خوبیه، ولی برای رسیدن بهش باید روزی حدود 1 تا 2 ساعت راه بری. تحقیقات نشون میده کسایی که 10,000 قدم میرن 30% کمتر دچار چاقی میشن. اما مشکل اینه که بدن به مرور بهش عادت میکنه. اون قدم ها دیگه کالری قبل رو نمیسوزونن و پیشرفتت متوقف میشه. مثل اینکه ماها با همون دمبل سبک تمرین کنی. اوایل جواب میده ولی بعدش نه. اما این مدل ژاپنی فقط 30 دقیقه طول میکشه و نتیجهش خیلی بهتره. برای آدمای پرمشغله 2 ساعت پیاده‌روی هر روز واقعا غیر ممکنه. واسه همین محققای ژاپنی ورقو برگردوندن و یه پروتکل جدید طراحی کردن. یه روش 30 دقیقه‌ای که بهتر از پیاده‌روی معمولیه. قدم دوم. روش ژاپنی IWT. سال 2007 دانشمندان یه مدل جدید به اسم پیاده‌روی فاصله‌ای معرفی کردن. خیلی ساده است. 3 دقیقه آروم راه برو، بعد 3 دقیقه تند راه برو. این چرخ رو 5 بار تکرار کن، یعنی جمعاً 30 دقیقه. تمومه. نتیجه چی میشه؟ 3 برابر بهبود در فشار خون، 40% ریسک سکته کمتر، بهتر شدن ایمنی بدن، ماهیچه‌های محکمتر و حتی 12% خواب بهتر. و جالبتر از این که آدما واقعا ازش لذت میبرن، چون این مدل باعث میشه بدن دیرتر وارد حالت خستگی و اسید لاکتیک خودش بشه. یعنی اکسیژن رو بهتر مصرف میکنی و دیرتر خسته میشی. قدم سوم. چطور درست انجامش بدیم؟ اول با 3 تا 5 دقیقه راه رفتن ملایم بدنتو گرم کن. بعد شروع کن. 3 دقیقه با سرعت معمولی، بعد 3 دقیقه با سرعت تند. 5 بار این چرخه رو تکرار کن و در آخر هم 3 تا 5 دقیقه آروم راه برو تا بدنت سرد بشه. از تست مکالمه استفاده کن. یعنی چی؟ یعنی اینکه موقع پیاده‌روی تون باید بتونی حرف بزنی ولی نتونی آواز بخونی. اون موقع تو محدوده درست هستی. میتونی آلارم گوشیت رو تنظیم کنی تا هر 3 دقیقه یادآوری کنه که سرعتت رو تغییر بدی. و آره، حتما با همسایه‌هاتم بگو که وقتی یهویی سرعت گرفتی فکر نکنن دیوونه شدی. قدم چهارم. یکم چالش اضافه کن. IWT دقیقاً مثل تمرین‌های قدرتیه. کم کم باید سخت‌ترش کنی تا پیشرفت ادامه پیدا کنه. مثلا میتونی موقع پیاده‌روی تند از سربالایی بری، یا یه کوله پشتی سبک بندازی رو دوشت، یا تمرینتو تا 45 دقیقه برسونی. هر ارتقا باعث میشه بدنت دوباره شوکشه و رشد کنه. برخلاف تمرین‌های سخت، این روش واقعاً لذت بخشه. ضربان قلبتو بالا میبره، حالتو بهتر میکنه، مغزتو شفافتر میکنه و چون خوشت میاد ادامش میدی و در آخر پیوستگی همون چیزیه که واقعا باعث چربی سوزی میشه. قدم پنجم. برای کی مناسبه؟ تقریبا برای همه. از باشگاه بیزاری عالیه چون هیچی لازم نداری. اضافه وزن داری، برعکس دویدن فشار زیادی به زانو و مفاصلت نمیاره. حتی برای افراد مسن هم توی ژاپن فوق‌العاده جواب داده. پس اگه هر روز راه میری ولی حس میکنی پیشرفت نمیکنی، IWT همون چیزیه که لازمه تا دوباره بدنتو بیدار کنه. تأثیرش زیاد اما فشارش کمه.
خلاصه ماجرا این که مهم نیست چقدر راه میری، مهم اینه که چجوری راه میری. IWT یه روش علمی کم هزینه است، مفید برای مفاصل و مخصوص آدمای پرمشغله است. اگه از توقف پیشرفت خسته شدی، این ساده ترین آپدیتیه که میتونی به روتین پیاده رویت اضافه کنی. حالا تو بگو تا حالا به اون مرز 10,000 قدم رسیدی و حس کردی پیشرفت متوقف شده؟ کامنت کن و بگو حس واقعی چی بوده.